درود فراوان به همه دوستان گلی که دارن این ویدیو رو تماشا میکنن. امروز اومدیم یک سری جدید داخل کانالمون در کال آف دیوتی موبایل استارت بزنیم که دارم بهتون چند تا قسمت 5 تا گان و اتچمنت هاشو براتون میذارم که این سیزن بهترین زمان برای دایمنت کردنشه و هر گانی، یعنی اگر خواستید ادامه این سری رو ببینید حتما داخل کامنت ها بنویس پارت بعد رو هم بذار. اومدیم برای اولین گانی که این سیزن باید دایمندش کنید که ممکنه در سیزن های بعدی نرف بشه، M16 که اتچمنتش الان میاریم روی صفحه که دارید تماشا میکنید. اینم گیم پلیشه، واقعا M16 قویه ولی گان های بعدی قوی ترن خدایی. هر پارت 5 تا گان میاریم که بهتریناشو با بهترین اتچمنت ها رو براتون میذاریم و گیم پلی ها بین 1 تا 2 دقیقه برای هر گان که واقعا گان آخر بهترین گان بود به نظر خودم. بچه اگه ویدیوهای قبلیمون رو ندیدید ببینید، اتچمنت LW تندرا براتون گذاشتم و قرار براتون اتچمنت MG42 هم براتون بذارم که برید لذت ببرید. و آره دیگه، گانایی که پتانسیلشو دارن این سیزن بتونید دایمندشون کنید و براتون میذارم و ببینید و لذت ببرید و نگاه کنید. هیپ فایر این M16 خیلی خوبه. این M16 اونجوری نیست که این اینجوری. امیدوارم که منظورمو خوب رسونده باشم بهتون که چی میگم. پرک اوتو ایم روشه، اوتو ایم بود فکر کنم اگه درست بگم، دقیق یادم نی. که دارید میبینید که بچه من تمام سعیمو کردم که با گان کیل بگیرم، 20 تا کیل با گانم بگیرم که دیگه نذاشتن. البته داخل مچای بعدی فقط با گان کیل گرفتم ولی یه جا کلاس نینجا سامورایی چیه همینجاست. آره میکشم و دیگه گفتم سری تموم کنم دیگه، یه دستم نبازیم. و آره اتچمنتش بردارید و بریم برای گان دوم CRA Max. بچه الان میبینید لژند هیچ فرقی نداره اصلا، شما اپیک بذارید عادی بذارید اتچمنت هیچ فرقی نداره، یعنی تاثیر اتچمنت روی لژند بیشتر نی. آیرون سایتش فقط یکم فرق داره که حالا اینم زیاد مهم نیست که دارید گیم پلیش هم میبینید. الان اتچمنت میاد روی صفحه که دارید تماشا میکنید. این گان واقعا گان خوبیه و این سیزن پتانسیلش داره که بخواید دایمندش کنید. این اتچمنت مخصوص رنجو خیلی خوب میزنه. باتر دیدید منو از اون رنج چجوری زد خدایی، بعد میگن این بات، این بات و آره اینم اتچمنت CRA Max که دوباره میاریم روی صفحه. و خلاصه که این گان این سیزن پتانسیلشو داره برای دایمند کردن، ممکنه سیزن های بعدی نرفش کنن و آره دیگه. بچه داخل پارت بعدی یه اسنایپر یه شاتگان هم قراره بیارم براتون که اگه بازدید این پارت به چقدر بگم 150 تا برسه و لایکاش به 10 تا برسه، پارت بعدم براتون میذاریم که برید لذتشو ببرید. و همین دیگه، دارید گیم پلی CRA Max رو میبینید که گان قوی خدایی به عنوان یک رایفل. بچه رایفل ها خدایی یکم سخت دایمند کردنشون، چون که بعد به جای 120 تا 150 تا ببری که این یکم کار اذیت میکنه دیگه. مجازات یعنی مجازات که نمیشه گفت، حالا ما میگیم مجازات. به من گفته بودید AK 117 دایمند کنم، از تا 120 تا تونستم ببرم ولی اون 50 تا بقیهش یکم حال منو گرفت حقیقتا و این میتونم بگم چیز بدی بود. XM4 یک گانی که واقعا میتونید این سیزن دایمندش کنید. این سیزن باف شده تا جایی که من میدونم، البته شایدم نمیدونم باف شده خلاصه دیگه، یا حداقل این اتچمنتاش باف شده. استفاده کنید، لذتشو ببرید. اتچمنتش همین الان میاریم روی صفحه. از همه اتچمنت‌ها اسکرین شات بگیرید که برید داخل بازی بچینید. و کیفیت ویدیو هم که بچه متاسفانه نمیتونم 80 بذارم، یکم آپلودش طول میکشه، برای همین کیفیت ویدیو نهایت 720 که گیم پلی XM4 هم دارید میبینید. خدایی پاره میکنه این XM4 جر میده. داخل پارت اول 3 تا رایفل داریم، اسولت رایفل داریم و 2 تا SMG که داخل پارت های بعدی قراره یه دونه اسنایپر و یه دونه شاتگان باشه که در مورد اون 3 تا بقیه‌اش هم تصمیماتی قراره بگیرم که چی بذارم براتون. و آره خلاصه خیلی قویه، واقعا فوق العاده قویه این XM4 که دارید میبینید. رنجو میزنه، نزدیکم هیپ فایر میزنه، کلن میزنه. من اینجا حواسم نبود پشتش انمیه وگرنه تیرو ول نمی‌کردم. و دارید میبینید
خلاصه که این سیزن اینا رو برید بهتره کنید دیگه. میتونید به انتخاب خودتون هر کدوم که براتون آسون تر بود و برید انتخاب کنید و دایموند کنید. من گان آخر واقعا بهتون پیشنهاد میدم دایموند کنید. بچه‌ها من به نتیجه رسیدم که یک روزه واقعا نمیشه اشتگانی دایموند کرد. حتی اگه ببین من فن خنک کننده زده بودم، یک جا نشسته بودم، نه چایی میخوردم نه آب میخوردم نه دستشویی میرفتم، 2 ساعت پشت سرم در یک نقطه، دیگه پاهام بی‌حس شده بود و نگاه کردم دیدم از AK-117 فقط 70 تاشو بردم جلو و هنوز چجوری بهتون بگم 60 تاش مونده و اونجا من واقعا ناامید شدم، در حالی بود که 2 ساعت و نیم داشتم پشت سرم بازی میکردم. آقا گان بعدی کورودایته که اینجا یکم من خودم ایمم به فنا رفته بود که دارید میبینید اتچمنتشو میاریم روی صفحه همین الان که دارید اتچمنتشو تماشا میکنید. آقا کورودایت هم هیپ فایرش خیلی قویه این اتچمنت، همین که رنج هم میتونه بزنه ها. هیپ فایرش واقعا فوق العاده است. این هیپ فایر راش طرفو بدید راحت همه رو رنده میکنه. تیرش هم زیاده برای کسایی که نمیخوان زیاد ریلود کنن، که وقتی تیر بیشتر باشه خیلی بهتره نسبت به تیر کم بودن ولی دمیج بیشتر که دارید میبینید. جیر میده هیپ فایرش ها، میبینید قشنگ هیپ فایر تیرا میخوره به طرف و ببینید 12 تا کیل گرفتم در صورتی که بقیه 6 تا کیل گرفتن که واقعا گان قویه. این SMG آره SMG از اسولت رایفل خارج شدیم رسیدیم به SMG های. گان بعدی هم یه SMG خفنه که من خودم اون SMG رو بهتون پیشنهاد میکنم که دایموندش کنید که واقعا فوق العاده قویه، فوق العاده اون SMG قویه. همه گانایی که ما میذاریم قویان ولی حالا این پارت به نظر من قوی ترینا XM4 و SMG بعدیه که حتما دایموندشون کنید یکیشو و ببینید 2 روز بشینید بازی کنید. البته SMG رو میتونید یه روز دایموند کنید ولی رایفل رو 2 روز دیگه حداقل. و اومدیم با گان بعدی. حدس بزنید چیه؟ فکرش هم نمیتونید بکنید. چیکوم. آره اگه درست بگم اسمشو البته بچه‌ها. چیکومه چیه؟ شاید بگید این که اصلا چیه این چیه اصلا، این به چه دردی میخوره، برای چی اینو دایموند کنیم؟ ولی بچه زود قضاوت نکنید. اتچمنتشو میارم روی صفحه ببینید لذت ببرید، اتچمنتو بردارید. بچه این گان در مورد هنگار قضاوت زیاد میشه ولی وقتی گیم پلیشو ببینید که چرا من اینقدر دارم ازش تعریف میکنم متوجه میشید. اتچمنت‌ها رو خودم چیدم، ببینید و تماشا کنید. حالا اینجا رو زیاد تماشا نکنید چون یکم ایمن به فنا رفت اینجا، ولی در کل خوب میزنه این SMG. حالا نگاه کنید این جیر میدم و بچه میتونم بگم در ثانیه در 5-6 ثانیه تونستم 5-6 تا کیل بگیرم و خدایی هیپ فایرش هم واقعا قویه که میتونم بگم بهترین گان این پارت همین بوده. اینجا رو تماشا کنید. دیدی چی زدم؟ 4 تا کیل 5 تا کیل پشت سر هم 6 تا کیل که واقعا SMG وحشیه و میتونید برای رنگ مولتی هم ازش استفاده کنید. کلا SMG خفنیه، بدون اینکه بمیریم باش 8 تا کیل گرفتیم و اینجا هم که دیگه تموم میشه دیگه. اینقدر اینه چی داریم میزنیم همه رو که آره دیگه اینجا تموم میشه. اتچمنت باز میاریم روی صفحه دیگه، نمیاریم دیگه. آقا نه بردیم. آقا دمتون گرم، چاکرم، میگی خدا.